خب یه مقدار در خصوص خود بحث اسپیکینگ صحبت بکنیم و توصیه‌ای که من دارم. بیشتر دوست دارم راجع به اون تجربه های شخصی که ما در خصوص اسپیکینگ داریم صحبت بکنیم که اونو در ادامه حالا وارد جزئیاتش بشیم. اول یه مرور کلی بکنین روی استراکچر خود آزمون و اینکه اون ریسپانس های شما چه شکلی انالایز میشه توسط OIT و بعدش میرسیم به اون قسمت ارزشمندتر تجربه های شخصی. خب ببینید استراکچر آزمون به این صورت هستش توی بخش اسپیکینگ که خب روی شما یک روز مجزایی آزمون اسپیکینگتون برگزار میشه و 2 تا رول پلی تاسک هستش و در مجموع هم 20 دقیقه بیشتر اسپیکینگتون طول نمیکشه. در ابتدا به این صورت هستش که شما حالا با اون پارتنری که برای آزمون هستش و انتخاب شده، اون فردی که داره از شما آزمون رو میگیره، ابتدا شروع میکنه یه چند تا سوال اقلیت شما میپرسه که نمره‌ای نداره. سوال کلی میپرسه، مثلا اگه آزمونتون نرسینگ باشه میپرسه چند سال نرسی، چرا نرس شدی، یا اگر پزشکی باشه همونها رو میپرسه و این فقط برای وارم آپ هستش و نمره‌ای نداره. و بعد از حالا یه 2-3 دقیقه این وارم آپ دیگه وارد همون سوال‌های رول پلی میشید. ببینید روند سوال‌های رول پلی هستش که به شما یه کارت داده میشه. روی این کارت یه شرح اون موضوع اسپیکینگ شما نوشته شده. یعنی به شما گفته شما مثلا توی این لوکیشن هستید، مثلا توی یه مدیکال کلینیک هستید، کسی که به شما مراجعه کرده این خصوصیات رو داره، مثلا خودش حالا یا بیماره یا مثلا خانواده بیماره و به شما یه سری تاسک داده میشه. مثلا 4 تا یا 5 تا تاسک داده میشه که وظیفه شما هستش این نکات رو کامل پوشش بدید توی اون بخش اسپیکینگتون و 5 دقیقه هم خب اون فرصت خود رول پلی هست. 2-3 دقیقه هم شما فرصت دارید که این کارت رو نگاه بکنید و اگر سوالی دارید حالا تو این 2-3 دقیقه هم میتونید از اون پارتنر بپرسید برای حالا نکات بیشتر و بعد 2-3 دقیقه دیگه باید شروع بکنید و دونه دونه تسکا رو برید جلو، حالا متناظر سوال بپرسید و اون پارتنر متناظر اون سوالا رو باید جواب بده و خود اون پارتنر هر سوالا رو از قبل ندیده، یعنی خود اون پارتنر هم همزمان یه کارت داشت و اون هم متناسب با اون کارت در اصل اینها رو جواب میده. روبریک رسمی که والا خود آزمون داره و چیزهایی که آزمون براش مهم هستش، ببینید یک سری بحث‌های زبانی هستش، یعنی pronunciation, intonation, tone, accent و use of specialized words. ببین در خصوص بحث pronunciation تنها نکته مهمی که وجود داره این هستش که کلمه ای رو تلفظ نکنید که نمیتونید به صورت پرفکت پرونانسش بکنید. اینو من تو خیلی از آزمونگه‌ها میبینم میخوان حالا فکر میکنن اگر یه ذره علوم‌به‌تر صحبت بکنن نمره بهتری میگیرن، نه اصلا همچین چیزی نیست. شما اگر پرونانسیشن اشتباه داشته باشید توی آفیشال روبریک بخشایی از نمره ها رو از اون توایتری های مربوط به زبان از دست میدید. چون من اصلا توصیه نمی کنم که شما بخواید کلماتی رو استفاده بکنیم که پرونانسیشنشون رو کامل بلد نیستید. توی بحث اینتونیشن و تون هم خیلی مهم هستش که در واقع اون صحبتی که میکنید، اون بلند کردن صدا، این که کجا باید امفاسیس بکنید، کجا باید تاکید داشته باشه روی صحبت کردن، اینها هم نکاتی هستش که باید رعایت بشه. و در خصوص اکسنت خیلی ها سوال میپرسن. ببینید واقعا اکسنت خیلی برای مصححین OIT مهم نیستش. یعنی من دیدم که والا یه سری دوره ها این رو ذکر میکنن که خیلی مهم هستش که شما حتما با اکسنت خوب صحبت بکنید و مثلا کاملا واضح و شفاف باشه. نه اصلا اتفاقا مهم نیستش. من روی OIT به جزء چیزهایی نیستش که نمره داشته باشه و من کسایی رو دیدم که با بدترین اکسنت ممکن صحبت کردن اما نمره خیلی خوبی تونستن بگیرن و طبیعی هم هست. خب به هر حال افراد جای مختلف میان و خب اون دیس زبانیشون ممکنه فرق بکنه و اکسنت دارن. در جای میهنگ دست اکسنت و اینا نباشی، چیزای خیلی مهمتری هستش که بخواید نگران باشی. 2 تا نکته که حالا یه ذره مهم هستش، ببینید یک بخش زیادی از OIT درسته که آزمون زبان هستش و خب آزمون انگلیسی هستش، اما تفاوت ویژه‌ای که تفاوت خاصی که با آزمون‌های آیلتس و تافل داره اینه که تاکید
روی بحث پزشکی و روی اینکه شما یک پروفشنال هلث کیر ورکر هستید هم هست. شما به عنوان یک فردی که پروفشنال هلث کیر ورکر هستش باید بتونید از کلمات تخصصی توی صحبت کردن تو استفاده بکنید. یعنی مثلا حالا ما توی دوره اومدیم برای شما یه دیتابیسی آماده کردیم از این اسپشیالایز ورزا، یعنی کلماتی که به صورت کامن داره استفاده میشه، به صورت عمومی و جنرال داره استفاده میشه، اما شما به عنوان یک هلث کیر پروفشنال ورکر باید کلمات تخصصی تر رو استفاده کنید. من توصیه میکنم حتما شما توی دوره اون فایل مربوط به دیتابیسمون رو کنید، بدونید که از چی باید استفاده کنید، از چی استفاده نکنید و چه شکلی این رو میتونید پروفشنال کار بکنید. و مهمتره حالا خود همین استفاده از اون کلمات بعد اون کامپشن و پروفشنالیتی هستش که شما نشون میدید. ببینید شما دارید توی رول پلی مثلا با یک بیمار صحبت میکنید، با یک بیماری که توی ممکنه حالت استراب باشه، دیسترس باشه، ناراحتی باشه، یا دارید با خانواده بیمار صحبت میکنید که اونها مثلا ممکنه نگرانی داشته باشن. اینها این که شما بتونید اون حس پروفشنال بودن، حس مسئولیت پذیر بودن و اون حس آرامش رو منتقل بکنید به اون فرد، خیلی تاثیر داره. یعنی من آزمونده‌های رو دیدم که واقعا پرفکت بودن از لحاظ زبانی، تسک ها رو هم تا حد خیلی خوبی تونستن مدیریت بکنن، اما نه لب زدنشون انگار این بوده که فقط ترانسکریپت داشتن از روش میخوندن. لحاظ اون بحث‌های مربوط به زبانی کارشون پرفکت بوده، اما تاش نمره‌ای که از لویتی گرفتن حتی ممکن بوده به بیان برسه، یا غالبا نمره پایین‌تر 350 گرفتن. چرا؟ چون اون حس کامپشن، اون حس امپاتیه، اون حس پروفشنال بودن یک هلث کیر ورکر رو نتونستن برسونن. حالا اینها رو بیشتر توی پایین توی بخش پست اکسپریانس خودم هم باهاتون مرور میکنم. نکته بعدی که من میخوام راجعش صحبت بکنم در خصوص تمپلیت هستش. ببینید حتما چه توی اسپیکینگ چه توی رایتینگ و ایتی از تمپلیت استفاده بکنی. استفاده کردن از تمپلیت اصلا معنی نداره، مثلا این شکلی نیستش که بیاند و فکر بکنن چون مثلا اسپیکینگ شما شبیه بوده و افراد دیگه بخوان از این نمره کم بکنن. نه، شما دقیقاً باید تمپلیت استفاده کنید. ما حالا تمپلیت هم خودمون تو دوره براتون فراهم کردیم و اصلا نگران این موضوع نباشید که استفاده از تمپلیت بتونه نمرتون کم کنه. خب بریم سراغ بحث اصلی ارزش اصلی که اون تجربه‌ای هستش که ما از آزمونده‌های مختلف داریم و چه نمره‌هایی رو چجوری گرفتن. این چیزی که من میخوام بگم، ببینید شما توی کارتی که بهتون داده میشه فرنچتال تست یا 4 تا تست ممکنه بهتون داده بشه. مثلا تست‌ها مدل های مختلف هم هستن دیگه. اینه که مثلا امشول بکنی بیمار رو در خصوص ساید افکت های دارویی که داره بهش تجویز شده. به بیمار اطمینان بدید که مثلا الان نیاز نیستش که بره با پزشک صحبت بکنه. اول مثلا باید یه سری اسسمنت ها صورت بگیره، بعد انجام شه. 4 تا یا 5 تا تاسک دارید دیگه. و خب مثلا تاسک ابتدایی بیشتر در این خصوص هستش که دارید عملیات شرح‌ها رو میگیرید از وضعیتش، مثلا اگر پینی داره میخواید ببینید از کی شروع شده، شدتش چی بوده و اینا. دونه طبق تجربه من حتما باید تمام تاسک‌ها رو به صورت کامل انجام داده باشید برای اینکه بتونید نمره قبولی B رو بگیرید و این نمره خوبی بتونید تو آزمون بگیرید. ببینید این که شما مثلا از اون 4 تا تست 3 تا رو انجام بدید تو اون فرصت 5 دقیقه‌ای تو اون 3 تا رو خیلی خوب انجام داده باشید، واقعا باعث نمیشه که شما نمره خوبی بگیرید. خیلی مهم هستش برای OET که همه این تسک‌ها انجام شده باشه و مثلا جوری طراحی شده کارتا که شما بتونید تو 5 دقیقه تمام این تسک‌ها رو انجام داده باشید. باید چقدر هم تسک نداره شما شاید بدیهی باشه. چقدر حالا نظر شما اون تسک‌ها ممکنه خیلی اهمیت نداشته باشه به اندازه یه سری تسک دیگه. از نظر شما شاید مثلا اون تسک 3 که روی کارت هستش انقدر مهم هستش که شما فقط باید اون رو انجام بدید، مثلا تسک 4 که این اشور کردن مثلا بیگان هستش شاید خیلی اهمیت نداشته باشه. این اصلا به نمره دهی OET صادق نیست. من کسایی رو دیدم که خیلی پرفکت صحبت کردن تسکای مختلفشون رو و مثلا ولی یه تسک یا 2 تا تسک ترشون نرسیدن و به شدت تنبیه میکنه OET تو نمره دادن این افرادو و به شدت نمره رو کم میکنه. اینو من فقط میخوام یه مقایسه بکنم. داشتم مثلا
دوون که خب دورانی ساختیم و یکی از دورهای دیگه داشتم این بخش Q&Aش رو نگاه می‌کردم و مثلا دقیقاً سوال همین بوده که آیا باید همه تسکا پرداخته شه و جواب این بوده که نه لزومی نداره شما مکالمتون رو رقم درست باشه اما اگر همه تسکا رو حرف نزنید از شما نمره کسر نخواهد شد. این یه چرت محض هستش و یعنی این جواب و این نوع نگاهی که به OET وجود داره کاملا ناشی از این هستش که خود این فرد با آزمون واقعی آشنا نیست، با مصحح واقعی آشنا نیست. ممکنه مثلا آنلاین حالا کار کرده باشه، مثلا سواد خوبی هم داشته باشه در خصوص OET، ولی چیزی که روز آزمون اتفاق میفته و جوری که مصححین واقعی نمره میدن کارنامه نهایی رو خیلی متفاوته. ما طبق تجربهمون انتقادمون اینه هر چقدر شما بتونید بیشتر تسکا رو انجام بدید بیشتر به نفعتون هستش و اتفاقا من نظرم این هستش که اگر بشه شما تسک ها رو اولویت قرار بدید تا اون بحث روانگودلی صحبت کردنتون، تا اون بحث این که به حال فکر پرفکت یه تسک رو کاور بکنید. نه، تسک رو کاور بکنید. مهمترین ردیفه شما توی آزمون اینه که کل تسک رو بتونید کاور بکنید. اینکه حالا چقدر این روون شد چقدر روون نشد، وای من اینو سرسری گفتم رد شدم ازش شاید خیلی خوب نشد، واقعا اهمیت نداره. ببینید مصحح یه سری چک مارک داره، یا این تسک یک صحبت کرد یا نه. حالا درسته بعد از اینکه صحبت کرد بررسی میشه عمیق‌تر چقدر حالا این تسک رو خوب تونست فوشش بده، اینم مهم میشه بعدش. ولی اگر شما اون اولش مثلا راجع به تسک 4 اصلا صحبت نکرده باشه، شما اون چک مارک اولیه رو می‌گیرید و این باعث میشه خیلی نمرتون کم بشه. اصلا توی این دام نیافتید که بخواید پرفکشنیست 2-3 تا تسک رو مدیریت بکنید بعدش مثلا یه تسک آخرام بخواید اینو مدیریت نکنید. به شدت تنبیهتون میکنه.